با سلام، سعید از کیف، کشور اوکراین. الان من دارم میرم، امروز 26/1/2014 است. دارم میرم سمت مرکز شهر، اونجایی که ناآرامیه، اونجایی که مردم دارن تظاهرات میکنن و موافق تدابیری که دولت اوکراین گرفته نیستن و دوست دارن اون تلاش 20 ساله‌ای که کردن وارد جامعه اروپا بشن به نتیجه برسه و حدوداً 2 ماه و 5 روز پیش دولت اوکراین مخالفتش اعلام کرد از اینکه نمیخواد وارد جامعه اروپا بشه، با اینکه جامعه اروپا دست دوستی دراز کرده بود. دولت اوکراین مخالفت کرد از این بابت. چرا مخالفت کرد؟ چون رئیس جمهور وقت اوکراین ویکتور ینوکوویچ اون خیلی وابسته به روسیه است، به رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین. از کشور روسیه 15 میلیارد وام گرفته، قیمت گاز آورده پایین، ولی بازم اینجا مردم راضی نیستن، چون همه میگن اگه ما وارد جامعه اروپا بشیم وضع اوضاع کشورمون خیلی بهتر میشه. کلا اوکراین، بیشتر از نصف اوکراین علاقمنده که به اروپا نزدیکتر باشه تا به روسیه. اگر دقت بکنید توی خیابون خیلی آروم، مردم رفت آمدشون دارن حرکت میکنن که شما بتونید شهرم ببینید. یکی از خیابون‌های اصلی شهر به نام خیابون کیکویتزه. این خانومه داره با بچهش میره. منظورم که روز یک شنبه است، روز آرومیه به ظاهر، به قول یاری گفتنی آرامش قبل از طوفانه. از وقتی که قانون جدیدی رو توی مجلس تصویب کردن که ماشینا بیشتر از 5 تا ماشین حق نداره پشت سر همدیگه حرکت بکنن و با همدیگه کاروان درست بکنن، یه همچین حالتی رو ممنوع کردن. بعد قانون دیگه رو تصویب کردن که حق ندارن راهپیمایی بکنن بدون اجازه دولتشون و در راهپیمایی‌ها حق ندارن چادر بزنن، حق ندارن کلاه کاسکت بکنن سرشون، حق ندارن صورتاشون رو بپوشونن و و و و و و. بعد از اینکه این قانون‌ها تصویب شد در مجلس اوکراین، مردم دیگه از اون حالت عادی و آرامش، از اون حالت اومدن بیرون، شروع کردن به سنگ پرتاب کردن سمت پلیس امنیتی اوکراین و سعی کردن که ساختمان‌های دولتی اوکراین رو غصب بکنن، از این طریق بتونن دولت اوکراین فرجش بکنن. تا یه حدودی هم موفق بودن. الان خیلی سعی میشه که مجلس رو بتونن بگیرنش. تمام شهرداری، 2 تا از وزارتخونه ها و حدود 9 تا از استانهای اوکراین که بیشتر وابستن به غرب، اونا هم چیکار کردن؟ راهپیمایی میکنن، شلوغ شده، استانداری رو گرفتن، مجبور کردن بعضی از استاندارا اخراجیه خودشون بنویسن با دست خودشون که من دیگه حاضر نیستم توی همچه دولتی کار بکنم. عرضم بزرگ شما ساختمان‌های زیبایی که میبینید، طبقه اون بالاش که شیشه‌ای است، نمیدونم دیده هست نه، پنت هاوسه که اونا یه آسانسور جدا برای خودشون دارن. قیمت اونا یه چیزی حدود از 5 تا 7 میلیون دلاره. البته فقط طبقه بالاشه دارم من میگم. سمت چپمون سفارت اسرائیل، نمیدونم دیده میشه یا نمیشه. البته اینا این محل سفارتخونه‌شون عوض کرد، اینجا الان دفترخونه اسرائیل. میریم جلوتر. اینم بنتلی، این نمایندگی ماشین بنتلیه. اینم اگه دقت بکنید شهر خیلی آرومه. روز یک شنبه است، روز استراحته.
از اون شهر آروم، از اون شهر اروپایی، از اون شهر تمیز اوکراین، از اون حالت ما آمدیم بیرون. هوا تا 2 روز پیش 22 درجه زیر صفر بود. الان که دارم من با شما صحبت میکنم 11 درجه زیر صفره. اینم پلیس راهنمای رانندگی اوکراین. نمیدونم دیده میشه یا نه. بله. اینجا پارک کردن ماشین هزینه داره. بابت هر ساعت از شما $1 پول میگیرن. البته اینجا توی مرکز شهر باز گرونتره، هیچ در حدود $3. الان ما میریم نزدیکتر. یه ساختمان شیشه‌ای هست، به اون میگن پاروس بادبان. به قول خودمون بخوایم معنیش کنیم بادبان کشتی میشه. اون حالا فرم اون ساختمون شبیه بادبان یک کشتیه. ساختمون حدوداً 20 طبقه است و تقریبا میشه گفت 8 طبقه هم زیر زمین داره که اون 8 طبقه زیر زمین یه مقدارش پارکینگشه، یه مقدارش هم دفاتر و انباره. عرضم به شما این بولوار لیس اوکراینه، یکی از جاهای قشنگی که توریستا زیاد میان اینجا تابستون. البته تابستون اینجا خیلی قشنگ‌تر از این حرفاست. تمام سرسبز، تمیز، شیک، آدما با لباس رنگ و رنگشون میان توی خیابونا. شهر قشنگیه اگر این راهپیمایی نبود. خیلی من فعلا با شما خداحافظی میکنم تا ویدیوی بعدی.